زمانی که شما پشت سر یه ماشین میرید توی هوای صاف، مثل الان هوایی که بارونی نیست، باید فاصلتون با ماشین جلویی زمانی که ماشین جلو یه مانع مثل یه تیر برق، نمیدونم صندوق صدقات، یه تابلو چراغ راهنمایی یا هر چیز دیگر رو که رد کرد، شما 2 ثانیه بعد به اون شی برسید. مثلا اگر یه تیر برقی رو رد کرد، بگید 1001 1002. من اینجا دور بزنم، آینه چپم رو ببینم، این دور برگردونه رو دور بزنم، بیام 1001 1002 بهش برسید. اگه زودتر از 2 ثانیه بهش برسید، یعنی این که فاصله شما با ماشین جلویی خیلی کمه و خطرناکه. اگرم هوا بارونی بود که باید 7-8 ثانیه طول بکشه. الان این مثلا این سمند رو ببین، تابلو 50 رو رد میکنه، 1001 1002 1003 1004 1005 1006 6 ثانیه طول کشید. الان اینجا ببین، من پشت سر این کویکه دارم میرم، خب یه شیء ثابت رو رد کنه، مثلا اون پراید مشکیه رو که رد کرد، خب من میشمارم. ببین لحظه‌ای که پراید مشکی رو رد کرد، 1001 1002 1003. این فرمول با هر سرعتی جواب میده. دیگه کار شما سخت نیست. الان فاصله من چند تا ماشینه، چجوری حساب کتاب کنم، چجوری برم. الان ببین کویکو ببین، دقیقاً لحظه‌ای که این سمنتوسی رد میشه من میشمارم، 1001 1002 1000، تقریباً 2.5 ثانیه من باش فاصله دارم. اگر فاصله زمانی من با ماشین جلوم زیر 2 ثانیه باشه، کار من خیلی خطرناک میشه، مخصوصا تو اتوبان، تو سرعت‌های بالا. باعث تصادف‌های زنجیره‌ای هستن، پشت هم میزنن چند تا ماشین، هم راه خودشون رو میبندن هم راه بقیه رو میبندن، کلا دردسر برای خودشون درست میکنن. شما با هر سرعتی بودید باید این فرمول رو پیاده کنید، حتی با سرعت 120 تا، حتی با سرعت 70 تا 80 تا، هر سرعتی. الان ببین یه مقداری سرعتمو زیاد میکنم، ولی یادتون باشه تو هوای بارونی دیگه زیر 6-7 ثانیه نیاد، حتی تا 4-5 ثانیه هم خطرناکه، چون هوای بارونی خدای نکرده ممکنه ماشین سر بخوره، شما فرصت عکس العمل داشته باشید. الان ببینید، الان سرعت من 40 تاست، خب علامت بعد میاد. خب ببین الان کویکو ببین، لحظه‌ای که از این کنار سمن سفید رد میشه من میشمارم، 1001 1002 1003 1004. 4 ثانیه من فاصله زمانی داشتم با این. حالا یه ذره سرعتمو زیاد میکنم، بریم جلوتر، بریم با سرعت‌های بیشتری اینا رو با هم دیگه بررسی کنیم. اصلا میام دنده 4، فرقی نداره هر سرعتی باشه. الان من دنده 4م، 80 تا. ببین 206 نقره ای رو 50 رو رد کرد، تابلو 50، 1001 1002 1003 1004 1005. حالا این پرایده 1001 1002 1002.5. الان من یه ذره بهش نزدیکم، حتی ببین 2 ثانیه هم فاصله لب مرزیه ها، یعنی به این 2 ثانیه اعتماد نکنید. الان ببینید پراید سفید روبرو از پرایدی که پارک شده رد میشه من میشمارم، 1001 1002 1003 1004. این فاصله عالیه. تو اتوبانم شما با همین فرمول میتونید اوایل کار فاصلتون رو با ماشین روبرویی حساب کتاب کنید و خیال راحت برید. بعد یه مدت این دور برگردون رو دور بزنم، ویدیو دور برگردون هم ساختم، به محض اینکه آپلود شه اگر سابسکرایب کرده باشید براتون میاد. اونم نکات زیادی داره. اینجا خلاص میکنم، سرعت کم میکنم، آینه میبینم، میام یک، آروم آروم از کنار جدول. ببین فاصله‌مو تنگ میام، نمیرم وسط، از این گوشه میام. خب حالا یواش یواش سرعتمو زیاد میکنم، دوباره بریم.
فاصلمون رو همیشه باید با ماشین جلویی چه کار کنیم؟ زیر 2 ثانیه بهش نرسیم. به نظر من 4 ثانیه خوبه، 3 ثانیه هم یه مقداری فاصله تون کمه با ماشین جلویی، ولی 4 ثانیه به بالا عالیه. هوای بارونی هم که گفتم 7-8 ثانیه باید فاصله داشته باشید. حتی اگه 3 تا شهرم که هر کدومش فاصله شون 120 کیلومتر باشه، 360 کیلومتر هم شما تو بارون برید با این فرمول، هیچ وقت هیچ اتفاق بدی براتون نمیافته. از این فرمول خیلی راحت که تو کتاب آیین‌نامه خیلی گنگ توضیح داده و کسایی که کتابو میخونن ممکنه متوجه نشن اصلا مفهوم این چیه، ولی من آوردمتون پشت فرمون، مسیر رو ببینید. عرضم به حضورتون کلاج، دنده، همه چی رو دارید میبینید، انگار شما الان پشت فرمونید و قشنگ حسش کنید که منظور از فاصله زمانی چی هست. الان این ماشین روبروی منو ببین، اون تابلو دستانداز رو که رد کرد 1001 1002 1003 1004 1005، یعنی من 5 ثانیه فاصله زمانی با این MVMه که جلوم بود دارم. حالا بریم دوباره یه هدف دیگه، یه ماشین دیگه گیر بیاریم پشت سرش بریم و تا حسابی دیگه مطلب برای شما جا بیفته. دستاندازم رد کنم، اینجا باید معکوس بیام، معکوس ها رو هم حتما انجام بدید. خب سرعتمو زیاد میکنم، میام دنده 3، میام 4، آینه رو میبینم، بدون آینه لاین عوض نکنی. خب وانه تو میبینی لحظه ای که از کنار این ساینا رد شد 1001 1002 1003 1004. الان من فاصلم خوبه، با همین فاصله پشت سرش میرم. الان ببین زمانی که از کنار پراید رد میشه 1001 1002 1003 1003 و نیم تقریبا فاصلمه. بچه‌ها میخوام یه ذره به خاطر شما بهش نزدیک شم، ریسکشو میپذیرم، میخوام بدونید چقدر خطرناکه نزدیک ماشین جلویی رفتن. هر لحظه امکان داره اتفاق بدی بیفته. ببین اینجوری نه رانندگی نکنید، نکن. 1001 1002 تقریبا 1001 تقریبا 1.8 ثانیه بود، خیلی بهش نزدیک شدم. دیدید اینا که تو جاده پشت هم میزنن چند تا ماشین، هیچ دلیلی نداره جز این که فاصله شونو با ماشین جلویی حفظ نمی کنن و خیلی 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 هم کار خطرناکیه. اصلا راننده جلویی زمانی که شما زیادی بهش نزدیک بشید، اگه راننده با تجربه باشه که هیچی، ولی اگه راننده‌ای باشه که خیلی تو رانندگی مسلط نباشه، دست باچه بشه، هم یه کاری دست خودش میده هم یه کاری دست شما میده. حتما دقت کنید به این فاصله. الان بریم این پرایده رو زوم کنیم روش. خب ببین لحظه که کنار سمن رفت 1001 1002 1003. الان من 3 ثانیه با این فاصله دارم، فاصلم عالیه. ببین لحظه که پرایده 1001 1002 1002 نیم با هر سرعتی جواب میده و عالیه. حالا اگه ماشین نبود که کنارش رد شه، چون الان هرچی ما دیدیم ماشین بود دیگه، میتونید یه درختی یه چیزی، الان این جدول زرده رو میبینی، من الان این جدول زرده رو تنظیم میکنم با این پراید جلوم داره میره. ببین لحظه که رد میشه ازش 1001 1002 1003 3 ثانیه من فاصله دارم باش. همینجوری دارم پشت سرش میرم. حالا میخوام سبقت بگیرم، آینه چپمو میبینم، یه معکوس میام، ببین آینه چپ میبینی، یواش یواش سرعت زیاد میکنی. لحظه ای که توی آینه دیدی ماشین رو رد کردی، برگرد لاین خودت. حالا برای سبقت گرفتن هم یه ویدیو میسازم، اینم گفتم. یعنی زمانی که شما سبقت میگیرید، کی میتونید برگردید تو لاین خودتون؟ وقتی که
چراغای ماشینی که ازش رد شدید تو آینه بغل دیدید دیگه، یعنی باش فاصله گرفتید. و یه نکته‌ای هم بهتون بگم بچه‌ها، هیچ وقت روی خط کشی اینجوری نرید، این اشتباهه. ببین خط کشی الان وسط ماشین منه دقیقاً اینجوری، من نه معلوم راستم نه معلوم چپم، همیشه بین خطوط رانندگی کنید. ببینید الان من بین خطوطم، طرفی که داره پشت سر من میاد با خودش دیگه حساب کتاب میکنه دیگه، میگه این تو لاین خودش داره میره، یا سبقت میگیره یا پشت سرم میاد. ولی زمانی که بین خطوط رانندگی نمی کنید راهو میبندید برای دیگران، مزاحمت ایجاد میکنید و کارشون رو سخت میکنید. این جلسم به پایان رسید. خیلی خیلی دوستتون دارم، ممنونم که منو حمایت میکنید، سابسکرایب میکنید، کامنت میذارید که هم ویدیوهای بعدی رو از دست ندید، هم به من انرژی بدید. تک تکتون رو به خدای بزرگ میسپارم، براتون آرزوی شادی و موفقیت دارم.